همه اسکلیک های دوست داشتنی، امیدوارم کارتون خیلی خوب باشه. به اسکلیک خیلی خوش اومدید. خب امروز قراره که بهتون بگم که چطوری این درآمدی که از یوتیوب کسب کردید رو به ریال تبدیل بکنید و به ایران بیارید و ازش استفاده بکنید. این کار خیلی راحتیه. حالا اگه دوست دارید با این روش آشنا بشید، در ادامه ویدیو با من همراه باشید. خب بچه‌ها، بریم سراغ بحثمون. قبل از این کارمون شروع بکنیم خیلی خوشحال میشم روی دکمه سابسکرایب بزنید، زنگوله رو بزنید روی آل، و توی آپاراتون میبینید روی دکمه دنبال کردن بزنید و اون لایک هم قرمزش بکنید. خب بریم که شروع بکنیم. در مورد از یوتیوب به این صورته که شما به اعضای هر انقدر ویو انقدر درآمد کسب میکنید. من نمیگم کار به چقدرش هم نداره، فقط میخوام بگم که میتونید بیارش به ایران. تو این ویدیو به دو روش بهتون معرفی میکنم که امیدوارم به دردتون بخوره و بتونید درآمدتون رو کسب کنید. خب بریم سراغ روش اول که فکر کنم خیلی هاتون شنیدید. دوست و آشنا یا هر کسی که داخل خارج است، کشورهای اونم بعد حتما کشورهایی باشه که یوتیوب اون تحریم نکرده باشه. یعنی باید جایی دوست آشنا داشته باشید از خارج ایران که کشوری که داخل زندگی میکنه یوتیوب اون رو فیلتر نکرده باشه و بتونید درآمدتون رو کسب بکنید و یاری داخل ایران. حالا به این روش به چه صورته؟ اون که فردی، هر آشنایی، هر کسی، من نمیخوام زیاد گیر بدم به چیزا، بره کانال بسازه داخل یوتیوب و وقتی کانال ساخت فقط کافیه که شما رو به عنوان مدیر اون کانال معرفی بکنه. مثلا اگه من یک دوست دارم داخل خارج، به اون دوستم میگم شما برو کانال داخل یوتیوب رو اندازی بکن. خب خیلی کار راحتیه و من رو به عنوان مدیر اون کانال خودت معرفی بکن. یعنی کار خیلی راحتیه. کافیه که فقط ایمیلمو بهش بدم و ایمیلمو بزنم داخل اونجا، منو به عنوان مدیر کانالش معرفی بکنه که منم بتونم داخل اون کانال فعالیت داشته باشه و هر کاری که اون صاحب کانال میتونه بکنه من انجام بدم. حالا من شروع میکنم فعالیت کردن داخل کانالم و وقتی به 1000 سابسکرایب رسیدم و 4000 ساعت واشدارم گرفتم و شرایط درآمدزایی کاملا فعال شد و درآمدزایی فعال شد و تونستم درآمد کسب کنم، اون فردی که داخل خارج زندگی میکنه که دوست منم میشه، باید به حساب ادسنس بسازه و پولش رو یوتیوب به اون حساب بریزه و اون رو ما بریم داخل صرافی ایرانی و دلار اون رو اون بفروشیم. این شد روش. شرکت هایی هستن به نام MCN، یعنی درآمد ما رو به اون میدن، یعنی همون درآمدی کسب کردیم رو به ریال تبدیل میکنن و اون میدن، ولی در عوضش دستمزد از ما میگیرن که این دستمزد به شرکت شما بستگی داره. مثلا من یک لینک تو کپشن براتون میذارم، روش کلیک بکنید برید و یک شرکت MCN باش داخل واتساپ گفتگو بکنید. اگه کانالتون 1000 سابسکرایب و 4000 ساعت واچ تایم داره، اون شرکت قطعا بهتون کمک میکنه، ولی 40% از درآمدتون رو واسه خودش برمیداره. مثلا اگه شما تو یک ماه 1 میلیون تومان درآمد داشته باشید، از اون 1 میلیون تومان 40% واسه اون شرکت میشه و 60% میاد واسه شما. اگه از 1,400,000 تومان میره واسه اون شرکت و 600,000 تومان میاد واسه شما. این عدد 40% بین شرکت های مختلف عوض میشه. مثلا من یه شرکت دیگه باش گفتگو کردم 20% درآمد من برمی داشت. پس بگردید شرکت خوب پیدا بکنید که هم دستمزد پایین‌تر بگیره و هم آدمای قابل اعتمادی باشن دیگه. چون شما درآمدتون قابل مثلا 1 ماه 2 ماه تلاشتون رو دارید دست اون میدید که اون تبدیلش بکنه به ریال براتون. پس یه شرکت قابل اعتماد و اینکه دستمزد پایین بگیره. این 40% خورده زیاده، ولی شرکت هست که 20% کسب کنه. یعنی از همون 1 میلیون تومان 200,000 تومانش رو برداره واسه خودش، بقیه‌شون واسه 800,000 تومان واسه شما میشه. پس شرکت‌های مختلفی هستند، MCN های مختلفی هستند که به شما کمک میکنن که درآمدتون رو از خارج بیارید. بخشی که گفتگوی فرمانده بیات
آپلود نشد، ولی خب به زودی یعنی یکی دو هفته آینده که کامپیوترم اوکی بشه قطعا براتون ویدیوشو میذارم. الان این ویدیو هم که دارید میبینید به گوشی ادیت شده و منتشر میشه. خیلی خیلی ممنونم که این ویدیو نگاه کردید. امیدوارم که تونسته باشم همه رو مفصل توضیح داده باشم براتون و دیگه چیزی نمونده باشه. هر سوالی هم داشتید در مورد این دو روش داخل کامنت ها بپرسید تا اونجا که در توانم باشه قطعا بهتون پاسخ خواهم داد. دوستتون دارم. خدا نگهدار.